یکی از دلایل بزرگ خراب شدن روابط ما آدم‌ها عشق نداشتن به خودمونه. اگر بلد نباشیم خودمون رو دوست داشته باشیم، برای نیازها و خواسته هامون ارزش قائل باشیم، خودمون رو در اولویت قرار بدیم، هیچ انسانی به ما عشق نخواهد داد. به حساب خودمون فکر میکنیم اگر درخواست کمک کنیم، اگر تقاضای محترمانه از طرف مقابل کنیم، از ارزش‌های درونی ما کم میشه. فکر میکنیم غرور ما مثلا میشکنه، در صورتی که کاملا این مسئله برعکسه. هر چقدر تو خودت رو بیشتر دوست داشته باشی، آدم‌های مقابل تو رو بیشتر دوست دارن. این اصلا از نظر انرژیکی این شکلی عمل میکنه. وقتی تو همش میخوای حمایتگر باشی، همش میخوای از جونت مایه بذاری، همش میخوای اون آدم مقابلت رو تو اولویت قرار بدی، به جهان هستی اعلام میکنی که من به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم، من به اندازه کافی ارزشمند نیستم و مجبورم برای اینکه خوب به نظر بیام، دوست داشتنی باشم، این کارها رو انجام بدم و خودم رو الکی به زحمت بندازم و از اون ور انعکاسش میشه توهین بیشتر، قدر نشناسی بیشتر و اینا همش به خاطر اینه که من اون کارا رو از عشق انجام نمیدم، از حس خود کمبینیم دارم انجام میدم. هرچقدر تو در رابطه درخواست بیشتری داشته باشی، نه درخواست غیر معقول، درخواست محترمانه در کمال وقار، برای تو ارزش بیشتری قائل خواهند شد. مخصوصا خانم‌های عزیز، چون انرژی مقابل شما انرژی مردانه هست و انرژی مردانه حس حمایتگر درونش هست. آقایون، خانوم هایی که تحت حمایت قرار میگیرن، تحت حمایت خودشون هستن رو بیشتر از خانوم هایی که همش میخوان حس حمایتگری داشته باشن دوست دارن. اون حس حمایتگر بودن مردونه رو درون اون آقا ارضا میکنه و حس بهتری به اون خانوم داره، تا خانومی که اصلا غرور داره، مثلا نمیتونه درخواست کنه و فکر میکنه اگر کمک بخواد، درخواست خواسته ای داشته باشه، از ارزشهاش کم میشه. خودتون رو دوست داشته باشید، خودتون رو باور داشته باشید. باور کردن به خودمون یعنی ما لایق چیزهای بهتر و بیشتری هستیم. در عشق و نور باشید.